دوستان عزیز، امام نیسابوری در المستدرک علی الصحیحین یکی از کتاب‌های حدیث است، میگه که عن ابی هریره رضی الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه ما همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخواندیم، العشاء، نماز خفتن. فکان یصلی، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخواند، فاذا سجد وثب الحسن و الحسین علی ظهره. میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخواند، دیگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سجده میکرد، میگه باز حسن و حسین رضی الله عنهما سر پیش تخته پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میشدن؟ بالا میشدن. باز وقتی که میگه و اذا رفع رأسه، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه سر خود بلند میکرد، اخذهما فوضعهما وضعا رفیقا، باز آستایی که دوره میگرفت اونا را از پشت خود دور میکرد. فاذا عاد، باز میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دوباره چی میکرد؟ دوباره وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به سجده میرفت، عاد بازو ارزویشان میامدن، باز شانه رسول الله صلی الله علیه و سلم بالا میشدن. فاذا عاد فلما صلى جعل واحدا ها هنا و واحدا ها هنا. میگه باز وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خواند، یکی شده این زانوی خودشان و واحدا ها هنا، فجئته فقلت یا رسول الله الا اذهب بهما الى امهما. میگه من پیش آمدم، گفت می رسول الله صلی الله علیه و پیش مادرشان نبرم؟ قال لا، گفت نه. فبرقت برقه، باز میگه یک روشنایی شد، صدای رعد شد. فقال الحقا بامکما. دیگه چی هست؟ میگه باز برشان گفت که بنال پیش مادرتان. فما زال یمشیان فی ضوئها حتی دخل. میگه باز هم دم روشنی آساس میرفتن تا که چی شدن؟ تا که باز به خانه خود داخل شدن. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم امرای اطفال محبت میکرد و به اندازه محبتی که حتی در سجده اونا بالای شانه های رسول الله صلی الله علیه و سلم بالا میشدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.